نه عاطفه، خدا خیرت بده، پام درد میکنه. بیورم دا برم، میخوام برم سه‌شنبه سفره حضرت رقیه بندازم. میخوام برم خرید بکنم. پاش قربونت برم، پاش. مامان اگه بردمت تو مغازه نصف حرف نزنی یا آبر حیثیتمون ببری. قشنگ بگو مثلا چه میدونم آقا 2 کیلو بادمجون بهم بدی. پاش گم شو. ادبار نبی دیگه، هم مونده سنده خودم بهم بگی چیکار بکن چیکار نکن. پاتمک من بعد ببینم. من که حرف بدی بهت نمیزنم، میگم درست حرف بزن. نه الهی به حق فاطمه زهرا هیچ مادر پدری محتاج اولاد نشه. من میخواد ببرتم 2 کیلو بادمجون بخرم. سلام علیکم. میگم آقا زبونم هه؟ تا میزنید دوباره؟ ولی یه زبونی هم برای ما بزنید. وای مرض میچی چی گفتم؟ یه جعبه زبونی هم برای ما بزنید، دستون درد نکنه. خیلی ممنون. سلام آقا، خسته نباشید. میگم این سبزیات تازن؟ هم مال امروزه؟ این بادمجونات چیه؟ بادمجونات تخمیه؟ دروغم نگی ها، ای تخمی است. وای مرض میچی چی گفتم؟ 2 کیلو کم برای اونجامون نه؟ برای 2 کیلو کم برای سفره حضرت رقیه. یه 2 کیلو از بادمجونا بهم بده. ما شیرازی ها عادتمونه، بی ادب نیستیم. نصفه حرف میزنیم بعد برداشت میشه. تقصیر مغز مریض خودتونه.